یک گرگ لنگ لنگان وارد اردوگاه یک شکارچی شد و 5 متر جلوتر از لوله تفنگ نشست. غرش نکرد، فقط روی برف دراز کشید. میلرزید با نگاهی التماس‌آمیز، نه تهدید کننده. انگشت شکارچی آروم از روی ماشه کنار رفت. گرگ نیمه یخ زده و بی آزار به نظر می رسید. کم کم سانتیمتر به سانتیمتر خودش رو به گرمای آتیش نزدیک کرد. شکارچی جلوشو نگرفت. تو سرمای منفی 30 درجه هر همراهی بهتر از تنهایی بود. 10 دقیقه بعد نزدیک تر شد. نیم ساعت بعد مثل یه سگ اهلی کنار پاهای شکارچی جمع شد. حتی اجازه داد با یه ضربه خشن روی سرش نوازشش کنه و بعد توی لحظه مهربونی تبدیل شد به تله. گرگ پرید. دندونها نه برای لیسیدن، برای کشتن هدف گرفته شده بودن. گلوی شکارچی رو درید. خون با صدای جلزولز وارد آتیش شد. تفنگ پر که فقط چند سانتیمتر اون طرفتر تکیه داده شده بود هیچ وقت لمس نشد. گرگ